سلام، صدای ما رو از پادکیوسک میشنوید. من مهدیم. منم امیرم. امروز اومدیم این سری میخوایم با همدیگه درباره یه موضوع جذاب دیگه صحبت بکنیم. حالا خدمت یکی از دوستای عزیزمون هستیم اینجا که تشریف آوردن و توضیحات بیشتر در رابطه این موضوع خواهند داد. سلام ایلیا جان. سلام امیر جان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من و امیر چند روز پیش که داشتیم در مورد همین داستان‌های پادکستی با هم حرف می‌زدیم و همین که می‌خواستیم یه موضوعی انتخاب کنیم که بیایم اینجا در موردش حرف بزنیم، داشتیم حرف می‌زدیم که من وسطش یه مقاله‌ای استارت به خوندن کردم. یه نکته قابل توجهی خورد به چشم تو مقاله و تو داستان افسردگی، این بود که 1/5 جامعه جوان و نوجوان ما مبتلا به بیماری افسردگی هستن. ایلیا جان، این جامعه که میگی باز سنیش چنده؟ به وقتی ما میگیم نوجوان و جوان، شاید یه باز سنی مثلا 14 تا 25-26 سالگی به ذهنمون برسه، ولی باید اینجوری بگم که این بازه سنی رو 5 تا 25 سال تشکیل میدن. خب یه سوال میتونم بپرسم الان؟ بله. واقعا بچه 5 سالم میتونه به افسردگی مبتلا بشه؟ ببین خنده داره، ولی بله. نه این که بگیم به صورت مستقیم ایشون افسرده است، میتونیم بگیم مقدمش از 5 و 6 سالگی استارت خورده و تو 14-15 سالگی این نشون داده میشه. و اینکه خب اگه بخوایم یه توضیح کلا راجع به افسردگی بگیم، ایلیا جان وسط حرفا عذرخواهی میکنم میپرم، ولی میتونم ازت بپرسم که من خودم راستش وقتا حس و حالم زیاد خوب نیست، زیاد به قول معروف رو مود خوبی نیستم. به نظر من افسردم، یا اینکه اگه مثلا یه هفته حالم خوب نیست نمیتونم بگم به خودم افسرده. ببین یه سوال خیلی جذابی پرسیدی، چون بین جوانای ما الان ترند شده که مثلا یه آدم 20 ساله‌ای حالش یه 5-6 روزی اوکی نیست و ایسا عادیه و میگه من افسردم. یعنی الان شما میخوای بگی هر حال بدی افسردگی نیست؟ دقیقاً اصلا آقا شاید حال بد تو بر اساس یه اتفاقی باشه. آقا مثلا من با ماشینم یه تصادفی کردم، خب عادیه تا چند روزی این ذهنمو درگیر کنه، اذیتم کنه، ناراحتم کنه، ولی دلیل نمیشه که افسردگی باشه. این چه موقعی افسردگی میشه؟ این که آقا این حس و حاله طولانی مدت بشه، اونم نه کامل، اونم نه این که ما بگیم 100% این چون مثلا حس و حالش طولانی شده بگیم 100% افسردگیه. ما میگیم میتونه افسردگی باشه. این یا علائمش چیه؟ یعنی ما چه علائمی تو خودمون دیدیم یکم باید به قول معروف تیز کنیم خودمون که ممکنه افسرده شده باشیم، مشاممون برسه همچین چیزی برسه. آره. چی دیدیم بگیم افسرده شدیم انگار؟ ببین ما نمیتونیم 100% این علائم رو دیدیم بگیم افسرده شدیم. با دیدن این علائم باید پیش مشاور یا تراپیست یا روانشناس خاصی بریم. حالا اینا خیلی هن، تعدادشون خیلی هن و ما همه رو اینجا میگیم. یکی از علائمش عصبانیت همیشگیه. مثلا اینکه خب یک آدمی سر کوچیک‌ترین چیزها پرخاشگری. درود. دقیقاً. مثلا بعضی اوقات هستش خب ما همیشه عصبی میشیم، مثلا سر کوچیک‌ترین چیزا عصبی میشیم. خب این میتونه که از علائم افسردگی باشه. بله. دو اینکه خب اول حرفام هم گفتم ناراحتی زیاد، ناراحتی بلند مدت، طولانی مدت، این میتونه یکی از دلایل افسردگی باشه، علائم افسردگی. عذرخواهی میکنم. نداشتن انگیزه. گاهن این انگیزه نداشتنه دلیل به این نمیشه که مثلا من صبح بیدار شدم امروز انگیزه ندارم، خب مثلا برم تا مثلا مدرسه برگردم. این نداشتن انگیزه منظور من اینه که به نرسیدن به هدفمون انگیزه ای نداریم که به هدفمون برسیم. اصلا برای زندگی کردن انگیزه وجود نداره. دقیقاً آفرین. این انگیزه اصلا نداشتن انگیزه باید بلند مدت باشه. درست میگم مهدی جان؟ کاملا درست میفهمم. مثال کاملا زیبایی زدی امیر. دقیقاً. و خب یه علائم دیگه که داره که این علامت و این علائم خیلی داره زیاد دیده میشه، اینه که دوری از خانواده و دوستانه. آقا مثلا رفیق من زنگ میزنه جوابشو نمیدم. رفیق من زنگ میزنه مثلا میگم که میپیچونمش، آقا نه من خب اون لحظه حوصله نداشتم. منزوی شدیم انگار یه جورایی. آره آفرین. اگه بخوایم یه معادلی براش پیدا کنیم همون منزویه. حالا به نظرت واقعا استفاده از واژه انزوا یا منزوی درسته برای این حالا کاراکتر، برای این؟ ببین گاهی اوقات میره توی داستان دیگه که برونگرا و درونگراییه، ولی در اکثر مواقع آره ما میتونیم بگیم. حالا یه سوالی حتما برای من به وجود اومد آخر این داستان ازت میپرسم، اینجا یادداشت بکنم که داشته باشمش. حله حتما. خب
علائم بعدی که ما داریم بیقراری و بی‌حوصلگیه. اینکه آقا مثلا من خب قرار نشستن ندارم، هی استرس دارم، هی اینکه فکر میکنم باید پامو تکون بدم، هی اینکه مثلا میگن که ما یه مدت ترند شده بود تو توییتر که آقا یه نفر که پاشو تکون میده اذیتش نکنید، نگید پاشو تکون میده. سندروم داره. آره دقیقاً میشه یه سندروم ازش نام برد، به حسابش آورد. آره دقیقاً. و یه چیزی که مدت ترند شده بود گفتم که دیگه تو فضای مجازی بود، مثلا آقا بهشون گیر ندید و درسته نباید خیلی بهشون گیر داد. و اینکه یه نفر نمیتونه یه جا بشینه، این خیلی اذیت کننده است. این هی استرس داره، هی میخواد راه بره، هی بهش گیر میدن که آقا چرا اینقدر راه میری. خب این یکی از علائم افسردگیه. ایلیا جان فقط یه سوال میتونم ازت بپرسم؟ حالا گفتی بیقراری، من نمیدونم چرا ذهنم گریز زد اصلا سمت بیش فعالی و اینا. اینکه حالا یه بچه، یه کودک، یا حالا یه کسی، به نظر من یا حالا سوال به وجود اومده دیگه، سواله اگه بیش فعال باشه تو کودکی، اصلا مبتلا به بیش فعالی باشه، آیا احتمال این میتونیم همچین چیزی رو عنوان بکنیم که احتمال ابتلاش به همین مسئله افسردگی تو آیندهش بیشتره؟ همون داستان 5 سال مقدمه رو میگه. ببین یه چیزی که هست، ما باید فرق بیقراری و بیش فعالی رو اینجا بدونیم. فرق دارن 100%. ببین بیقراری یعنی این که من از سر استرس بلند شم هی راه برم، از سر استرس پامو تکون بدم. ولی بیش فعالی یه مودیه که تو دوست داری با یه چیزی بازی کنی، نمیدونم یه چیزی بسازی، یه کاری انجام بدی، اون خیلی فرق داره. ولی بیقراری کاری انجام نمیدی، تو صرفا داری یه راه رفتنی رو میکنی که هیچ دلیلی نداره، فقط اون استرس است، اون مشغله فکری است، دلیلش اینه. و اینکه خب ما اگه بخوایم مثلا این وسط یه علائم دیگه از افسردگی رو نام ببریم، عدم عملکرد مناسب توی مدرسه و دانشگاه است که به شدت اینم داره زیاد میشه، به خصوص بعد داستانهای کرونا. میبینیم که اصلا نمرات اومده پایین، ما فکر میکنیم این اصلا خب بعد کرونا دیگه این عادت تموم شده، ولی داستان از این قراره که نمرات اومده پایین اینه که آقا نداشتن انگیزه و اون رمق درس خوندن است که دیگه بین بچه‌ها نموند. مثلا من یادم میاد یه تایمی که کرونا بودش، چون من خودم هم بچه بودم که حالا مادر پدرم نمیذاشتن تو دوران کرونا زیاد بیرون برم و حالا از ماسک باید استفاده میکردم. همین تو خونه موندنه باعث شدش که منزوی بشم که اون 6-7 ماه اولیه کرونا و یه انگار افسردگی کوتاه مدتی گرفته بودم خودم. و این کرونا هم یکم از بعد کرونا، میگن مردم که قبل کرونا همه چی یه جور دیگه بود، حس میکنم این کرونا خیلی زندگی از 98 داغون شد. زندگی از 98 داغون شد دیگه، مثل قبل نشد. آره خب دقیقاً. ببینین یه جوری مثل کرونا یه حس سرکوبی رو به ما داد. آقا مثلا سرکوب کرد انگیزه‌مون رو، سرکوب کرد اون شوق و ذوق بچگیمون و اینا. خب مثلا ما تو سن 16-17 سالگی بود که کرونا استارت خورد، ما تو اوج جوونیمون این که مثلا ذوق و شوق به قول شما بیرون رفتن رو داشتیم، اینا رو داشتیم، مثلا اینکه با رفیقا وقت بگذرونیم، اینکه بیرون بریم و اینا. خب داشتیم. این کرونا سرکوبش کرد و دیگه اون ذوق و شوق رو از ما گرفت. مثلا میبینی تو دوران بچگی ما یه چیزی رو می‌خوایم، یه چیزی رو می‌خوایم، پدر مادر میاد سرکوب میکنه و تو دیگه ذوق و شوق اون رو نداری که حتی اگر برات بخرن بعدن دیگه فرقی نمیکنه. آره بعدن دیگه فرقی نمیکنه. و الان ما هم دقیقاً تو همون بازه زمانی هستیم که بعد کرونا دقیقاً همین مشکل برای ما پیش اومد. ذوق و شوق جوونیمون سرکوب شد و دیگه برنگشت. البته برای بعد عده‌ای، نه برای همه. من بخوام از یکی دیگه نام ببرم، عدم تمرکز. حالا این تمرکز رو همه چیز میتونه باشه. آقا نوشتن میتونه باشه، آقا جزوه نویسی میتونه باشه، تو داری گوشیتو میبینی مثلا یادت میره یه چیزی رو، مثلا تو قرار بود یه کاریو بکنی سرت میره تو گوشی یادت میره. خب اینم یه نوع عدم تمرکزه. خب من یه چیزی میتونم بهت بگم، البته من فکر میکنم که عدم تمرکز لزوما یکی از علائم دیگه، درست گفتم؟ بله. علائم افسردگی نیست. خب من خیلی اصلا اطلاعات من حالا خودم دارم که عوامل هورمونی، اصلا رژیم غذایی شخص میتونه رو همین بحث تمرکز اثر بذاره. ممکنه اصلا ADHD باشه. آره چرا؟ خب همچین چیزی هم امکان پذیره. یه چیزی هم بگم، ما وقتی میگیم علائم، من اولش هم گفتم اینا 100% نیست. اینا با دیدن این علائم باید برید پیش یه تراپیست یا مشاور یا روانشناسی مراجعه کنن. و حرف رفیقمون آقا مهدی خیلی درست بود، شاید اصلا ADHD باشه. یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟ ببخشید میانه کلامت. بحث مشغله فکری چی؟ یعنی حالا یه نفر خیلی فکر بکنه، مشغله فکری مختلف داشته باشه، از این فکر زیاد شباهتش
شبا حتی خوابش من نبره خودم شبا خوابم نمیبره. باورت نشه. 2 ساعت تو تخت خواب این بر باید مراقب باشی، شاید افسردگی داری. ببین یه چیزی بگم، یه مشغله فکری موقت داریم، یه دونه همیشگی داریم. آقا این مشغله فکری موقته مثلا اینجوریه که خب من ماشین بخرم، من باید ماشین بخرم، ماشین رو میخرم و این مشغله فکری تموم میشه. آقا یا مثلا داستانی که من الان چند وقت بهت میگم مثلا باید فلان چیز جور کنم که مثلا فلان دفتر رو بزنم، خیلی بهت گفتم بله. این موقته، من اون دفتر رو بزنم دیگه اون مشغله فکری رو ندارم. آره اون مشغله فکری من تموم میشه. ولی بعضی اوقات هستش آقا این مشغله فکری همیشگیه، آقا تو اصلا سر کوچکترین چیزا میری تو فکر. خب این یکی از دلایل افسردگیه و تو باید توی روانشناس مشاور مراجعه کنی. دوستان پیشنهاد میکنم برای حالا کمبود انرژی نوشیدنی‌های انرژیزای لایف رو بخورید و اسپانسر برنامه هم هستن. درسته امیر جان؟ اسپانسر برنامه، اسپانسر اگه حالا حامی ما خواستن بشن، لایف رو توی منگنه قرار دادی. لایف حالا زندگی من میرم به لایف صحبت کنم، الان تو منگنه ما قرار دادی. ولی من هایپو بیشتر می‌پسندم. هایپ گرونتره ولی بهتره. خب دیگه حالا دوستان یه مقدمه چینی برای علامه بعدی گفتن اسپانسرینگ و اینا هم کردن. ای وقت با پول لازم داریم، ما زندگی داریم در اصل. آره پول رفت آمد. بعد آره خب علامه بعدی کمبود انرژی که دوست خودمون یه داستانی اشاره کردش. آقا این کمبود انرژی خب واقعا پیش میاد. به قول امیر جان که یه اشاره ریزی توی چند دقیقه پیش کردن، آقا شاید اصلا سر غذا باشه. مثلا آقا ما یه غذا می‌خوریم خب انرژیمون گرفته میشه، مثلا آره آب گوش میزنی صبح جمعه، کله پاچه میزنی پر میشی باید بخوابی، دوغم میریزی روش دیگه باید بخوابی. مثلا من افسردم، الان هیچ چیزی من افسردم. اینا نگرانی نداره. آره اینا نگرانی نداره. این کمبود انرژی خب طولانی مدت باشه اصلا نه فقط دلیل روحی روانی، شاید اصلا دلیل جسمی داشته باشه. بازم به نظر من پیش مشاور یا روانشناس برن بهتره. ولی من برای کمبود انرژی میگم اول پیش متخصص برن بهتره تا متخصص تغذیه، متخصص تغذیه بله، یا متخصص غدد و اینا. آره غدد و اینا به نظرم خیلی بهتره تا اینکه مستقیم برم چه روانشناس. چون در جلوتر الان ما بهش اشاره می‌کنیم شاید بخواد روانشناس اصلا آزمایش بگه بعد بر من بیاری که اصلا شاید ربطی نداشته باشه مسائل روانکاوی. دقیقاً من جلوتر اتفاقا بهش اشاره می‌کنم، دقیقاً به این داستان اشاره می‌کنم که حالا جلوتر توضیح میدیم کاملش. علائم بعدی که ما باید بگیم آقا خستگی مداوم. آقا مثلا صبح جمعه بلند میشی، عادیه خب صبح جمعه مثلا میطلبه آقا تو کاری نکنی، صبح شنبه بلند میشی زمین و زمانو به فوش میکشی، چرا باید مثلا بابا خستم بی خیال، حالا یه امروز نمیرم فرداش بلند میشه حالا یه امروزم نمیرم چی میشه هی پشت گوش. آره پشت گوش انداختن اون خستگی است. اون خستگی که احساس می‌کنی همش مثلا تازه از سفر برگشتی، مثلا تازه رفته 2-3 نفر کوتاکت زدن. اون خستگی مداومه خب یکی از علائم افسردگیه. ولی اگه مثلا خب نه آقا تو صبح جمعه نمیخوای حال نداری بلند بشی، خب یه ساعتیه آقا میطلبه. البته خب یعنی دقیقاً یه سری هستن از موارد خستگی موارد فیزیولوژیکن. آره میگم که اون مثلا طرف کلی کار کرده شب اومده خونه جون نداره اصلا تلویزیون نگاه بکنه بعد من افسردم نمیشه. آره دقیقاً یه سری اصلا جدا هستم. میگم که داستان فیزیولوژی رو باید از داستان روانشناسی جدا دونست تو این داستان. و خب در مورد چیزی دیگه که با هم باید با هم حرف بزنیم، چیزی که متاسفانه هم فکرش هم واقعش خیلی زیاد شده توی به خصوص کشور ما، حالا بر اثر یه داستان‌هایی که هممون می‌دونیم، خودکشی متاسفانه تو مملکت ما توی جامعه ما خیلی زیاد شده. مثلا انگار یه چیز روتین و عادیه، هر کسی یه بار میخواد تجربهش کنه. آره واقعا یه بحثی هم که هسته چه سری از دوستان حالا من شنیدم میگن که این جوونایی که به فکر خودکشی میافتن برای اینه که خودشونو نشون بدن، ولی این اصلا به نظر من درست نیست. کسی که میخواد برای خودنماییه. دقیقاً کسی که بخواد خودنمایی بکنه از جون خودش هیچ وقت مایه نمیذاره، چون خودکشی هم بکنه تاش دیگه نیست. دیوانه نیستش که دور از جون. دقیقاً نیستش که بخواد. چیزی بگم حتی اون هم یک چیز علامه افسردگی. من یه روز یه متن خودنمایی که برای خودنمایی از بی‌توجهی میاد، از کمبود توجه میاد. ببین یه چیزی که باید بهتون بگم این بود که خیلی حرفتون قشنگ بود آقا مهدی. متن من یه روز خونده بودم، حالا تو اینستا بود و نمیدونم واقعیت داشت یا نه، مثلا این نبود که مقاله علمی باشه اینا. تجربه یک پرستار بود فکر کنم که برگشته بود گفته بود که آقا ما یه دختری رو واسمون آوردن سال کنکور بود.
گفت که آقا من نمیدونستم داستان چیه، من مثلا میشنیدم از بیرون که آقا این میگه مثلا من فقط میخواستم بترسونمشون، جیغ میکشید و اینو میگفت. تا رفت داخل مثلا فهمید که آقا این میخواد چند تا قرص خورده که فقط بیاد بیمارستان که مثلا از فرداش پدر مادرش باهاش خوب رفتار کنن. این که شما میگی به فکر خودکشی و خودنمایی، گاهن اون هم ضربه میزنه که اونم از افسردگی، اونم از کمبود توجه. بعد و چیز دیگه که باید بهش اشاره کنم و خیلی اینم توی جامعه ما، نه فقط اینو دیگه، تو جوانان یا نوجوانان تو سن بالا هم میبینیم و گاهن حتما افسردگی نیست، این میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی یکی از علائم افسردگی هم هست درد بی‌دلیل. من دستم نخورده جایی ولی مثلا دستم میگیره و بیشترش دست و پایی که میگیره. اصلا بابت این موضوع مقاله وجود داره میگه که همین عوامل افسردگی، اصلا خود افسردگی، ماهیت افسردگی باعث میشه که حتی تو آینده شما به انواع بیماری‌های عصبی مبتلا بشی. حتی تحقیقاتی، ریسرچ‌هایی انجام شده که میگه این افسردگی تشدید کننده و عامل زمینه‌ساز برای ایجاد MS در دوران بزرگسالیه. دقیقاً. یا مثلا پارکینسون، رشه، همه اینا رو میتونه سببش بشه. این دقیقاً من حالا اینو مثلا جایی نخوندم ولی من اعتقادی که خودم دارم، به شخص خودم اینه که آقا روح و جسم یه چیز جدا ناپذیرن و تو اگه جسم رو هم تاثیر میذاره. آره خب تو اگه سردرد داشته باشی نمیتونی بلند شی بخندی زندگی قشنگ. خب زمانو مثلا به فوش میکشی، اصلا میگی اصلا من حال ندارم برم جایی. و روحت هم اگه اوکی نباشه، همونطور که تو گفتی باعث یه بیماریهای جسمی میشه، مثل همون چیز قشنگی که گفتی MS. من جلوی چشم مثلا توی نزدیکانم داریم کسی که مثلا MS داره و گذشتهشو نگاه میکنی همچین چیزهای انگار دیدی. دقیقاً اینجور چیزی هست. پس مراقب باشید دیگه، MS نگیرید. آره. و خانوما هم شایع‌تره، درسته؟ تو خانوما شایع‌تره. آقای دکتر. بله. ایشون که میگن آقای دکتر داستان داره امیر جان دانشجوی پزشکی هست. سلامت باشید. قربون شما. بله. گفتن که اصلا یه فکر چیز دیگه ای نبود. نه من آدم متواضعی هستم. بله. خیلی. خب بعد یه علائم دیگه ای هم که دیده میشه توی انسان‌هایی که مبتلا به افسردگی هستن و تقریبا دیگه آخریشه، اینه که آقا تغییرمون تو خواب و خورد و خوراک. تغییر به خصوص تو خواب، باز خورد و خوراک ذره کمتره. گاهن دیده میشه که مثلا طرف پرخورتر میشه، طرف مثلا پرخوری عصبی. آره پرخوری عصبی، طرف کمتر غذا میخوره. و چیز دیگه ای که از تغییر در خواب که اصلا بنازم جوونای مملکت ما که هممون اینو داریم، یعنی خودم به شخصو دارم. مثلا من یه شب هست 11 شب میخوابم، یه شب هست مثلا تا صبح خوابم نمیبره. مثلا دیشب پیامی که من به امیر دادم 5:30 صبح بود، نمیدونم صبح بلند شد دیدی فکر کنم. بله 5:30 صبح من به امیر پیام دادم، نه اینکه مثلا کار خاصی داشته باشم، اینا خوابم نبرده، یعنی خیره شده بودم به سقف. ای زندگی چه زندگی، مثلا شاید اصلا منم افسرده باشم. خب میگم که اینا دلایلیه که شما باید به یک روانشناس یا یک مشاور مراجعه کنید. خب ما اگه بخوایم یه علائم رو تموم کنیم باید از بچه‌ها بپرسیم سوالی دارید ندارید؟ خب توضیحات خیلی دارم میگم امیر، توضیحات خیلی جامع و کامل بود و فکر کنم یه 10-15 دلیلی گفتش ایلیا جان برای افسردگی. اینا عامل بودن نه علائم بودن. افسردگی بودن. درسته. فرق میکنه بگم عوامل یا دلایل؟ دقیقاً من جلوتر عوامل و دلایل رو بهتون میگم، دلایل این فرقشون رو میگم. حالا الان بگو فرقشون چیه. آره الان میگم. من عجله دارم. آره الان میگم. ببین ما یه عوامل افسردگی داریم، یک دلایل افسردگی داریم. اینا دو تا معنی متفاوته. آقا بگیم مثلا خب یعنی چی عامل افسردگی؟ کلمه عامل یعنی چی؟ راه و پیدایش یک چیزی، یک دلیل، یک عملی. دلایل چیه؟ دلایل اینه که آقا ما چجوری تو اون راهو پیدایش افتادیم. این معنی این دو تاست. و میگم که اینایی که الان گفتیم اینا علائم. آره عوامل یا دلایل نه. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کرج هم نزدیک میشیم، دعاگوی شما هستیم دوست. بله. خب ما ببین ما الان موضوع اصلیمون دلایله، ولی یه ریز نگاهی به عوامل هم خواهیم داشت و خیلی روش مانور نمیدیم. انشالله در اپیزودهای بعدی حتما به عوامل هم میپردازیم. بسیار عالی. بله ببین ما دو نوع عامل افسردگی داریم، یک طبیعی، دو محیطی.
ببین طبیعی اینجوریه که ما خب اگه بخوایم ازش نام ببریم بیولوژی، زیست محیطی، استعداد ژنتیکی و روانی هستش. و خب یک عامل دیگه‌ای که افسردگی داره محیطیه. حالا محیطی خودش خیلی بخششه. ببین ما مثلا میگیم طبیعی محدود به چند موضوع، ولی محیطی رو ما نمیتونیم محدود کنیم. ولی چند تا مثالشو میزنیم که خب متوجه بشیم داستان چیه. طلاق، از دست دادن کسی، درگیری، دعواهای خانوادگی، حمایت نشدن از طرف خانواده. حالا این حمایت نشدن میتونه عاطفی باشه، میتونه مثلا مالی باشه. آره میتونه باشه. و اصلا به نظر یکی از مهمترین مسبب‌های ایجاد افسردگی مسئله حسرت. واقعا مرسی. پوله. خیلی ممنونم. خواستم کارو راحت‌تر بکنم. متشکرم. ولی من می‌خواستم بگم حسرت برای پول. حسرت برای زندگی پول. اینم زیر مجموعه‌اش بهتر. میشه. چرا ببین حسرت آخه داریم تو حسرت. مثلا تو یه چیزی بگم، مثلا تو حسرت جایگاه یک نفر رو میخوری، این میشه مقایسه خودت با اون. این یعنی کار غلطیه. اشتباهه. این خیلی اشتباهه. ولی اگر حسرتت منظور از این باشه که آقا من چرا مثلا خانواده خوبی نداشتم، چرا مثلا بچگی درستی نداشتم، میتونه بله یکی از مسبب‌ها باشه. و اینکه خب چند دقیقه شدم ایران، اولین پادکستمون بود، اولین پادکست جدیمون بود. بله معرفیمون نبود. خیلی خوشحال شدیم. استارت کار بود دیگه. سلامت باشید. آقا خیلی هم عالی. فکر کنم ان شاء الله به امید خدا ادامه این داستان رو در اپیزودهای بعدی خواهیم داشت. تشکر میکنم از مهدی جان، ایلیا جان. خسته همگی نباشید. امیدوارم از این اپیزود، از این پادکست، از کار تیم ما، تیم پادکست لذت برده باشید. خیلی چاکرم بچه‌ها. خداحافظی چیزی ندارید دوستان؟ به امید دیدار شما در اپیزود بعدی. ایلیا جان شما هم یه خداحافظی بکن که تمام شد. حتما. منم که دیگه مراقب خودتون باشید، مراقب روح باشید، افسرده نشید. مراقب روح و روانتون باشید. خیلی نکته مهمی بودش. افسرده نشید. #افسردگی نگیرید. فعلا خداحافظ.